ادبیات میزنه. ادبیات هم خوبه. به معنای خیاط و دوزنده. خونیاگر، درزی، جولاه، حلاج. نمیدونستم اینو، خدا وکیلی. از این پس که من زنده ام نمیرم که تخم سخن را پراکنده ام. به خدا اینا رو من یادم نمیاد. موندم با این ادبیاتم. خالق اثر تاتار خندان تاتار گریان کیست؟ خب اینا چیه سخته به خدا. هر سه تاشو اشتباه زدم.